باید بپرسیم چرا هر جا که می بینم مسلمانان فقیرند، گهی با خویش گه با اجنبی در دار و گیرند. چرا در عصر علم و ابتکار و فن و افکار به دام قصه و اسطوره و سنت اسیرند؟ جواب این چرا در همین مصرع آخر است، چون ما گرفتار خرافه ایم.